بله، حرکت کنید به مقدسات شریعت کار نگیرید برادر عزیز. گناهایی هست که الله تعالی عاجلا در دنیا جزا میتید. گناهایی هست که به قیامت ذخیره میکند الله تعالی. از جمله گناهایی که عاجلا در دنیا جزا داده میشد این تنقید کردن دین مقدس اسلام که دین الله سبحانه و تعالی هست. شما یک مراتبه به ساخت خودتان نگاه کنید، چه خیلی که الله تعالی که و فی انفسکم افلا تبصرون. یک مراتبه به خودتان نظر کنید، به این قاش و چشم و گوش و دندان و خواهید به قلبتان نگاه کنید، خواهید به اعضاهای تناسلتان نگاه کنید، خواهید به معده و رودتان نگاه کنید، به هر یک اعضاتان نظر کنید. الله تعالی چه خیلی شما را آفرید. الله تعالی در سوره نحل میگوید که خلق الانسان من نطفه. الله انسان رو از نطفه آفرید، یک قطره آب. ببینید یک قطره آب الله تعالی چه خیلی یک آدمی خوشرو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسانیت رو در بهترین صورت آفریدیم. از همه مخلوق زیبا آدم است. در دیگر مخلوق ها نگاه کنید. الله تعالی مخصوصا آدم گفت که الله آدم از یک قطره آب آفرید و فاذا هو خصیم مبین. ناگاه وی با الله تعالی دشمنی میکند، همراهی الله تعالی جدال میکنه. برای چی عرق حرام کردی؟ اصلش انگور است کو. با الله تعالی اعتراض بیان میکند. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. الله تعالی ذات است که از کاری کردش پرسیده نمیشد، مخلوقا پرسیده میشن. شما انسانی بودید. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. الله شما را از شکمهای مادراتون بیرون برآورد، چیزی را نمیدانستید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده. به شما گوش شنوا، چشم بینا و قلب عقول، قلبی که میفهمد عطا کرد. اگر گوش نشنود علم گرفته نمیشد، چشم نبیند، اینا دویومین آلت علم است. و قلب عقول، قلبی داد که با اون میفهمید. شما خودتون وقتی که الله شما رو از شکمهای مادراتون بیرون بره چیزی رو نمیدانستید، الله برای شما گوش و شنوایی و بینایی و فهمیش داد. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. چیزی رو نمیدانستید، الله برای شما این اعضاها را داد، علم داد. شما اکنون امروز کمتر کتاب خواندید و امروز با شریعت الله تعالی دشمنی دارید. به این شریعتی که الله تعالی از بالای 7 قبض آسمان نازل شده است. الله تعالی که اگر تمام انسان‌های جن‌ها یک جا جمع آیند، به همدیگر مصلحت کنند، به همدیگر یاری دهند، از این قرآن کریم یک حرفی خطا یافته نمیتوانند. شما امروز اکنون با این بیسوادیتان برآمدید و از شریعت و از یعنی سخنهای الله تعالی خطاگی میجویید. یعنی هرگاه به این اگر خواهید که در دنیا و آخرتتان صحت باشد، یعنی دنیا و آخرتتان آباد باشد، هیچگاه همه وقت مسلمان وظیفش تسلیم شدن به امرهای الله تعالی است. هیچگاه اعتراض بیان نکنه. بله همچون سوال و فهمیدن برای چی الله تعالی مثلا فلان عمل را فرض کرد، برای چی الله تعالی فلان کار را حرام کرد، مراد چی است، چی ضرر دارد که حرام کرد، چی فایده دارد که امر کرد. گفته پرسیدن با مقصد علم گرفتن هیچ باکی ندارد، لیکن اعتراض بیان کردن این کفر است.